سلام با شما. با خدا قسم است که مسافری به خستمان کرده و والله شوخی کردم. هر کی در وطن است یعنی در بهشت است، یعنی خاک وطن باید ببوسیم. باید هر فرد خاک وطن باید بوسه کنیم. صبح بخیزیم بوسه کنیم، شب بخیزیم بوسه کنیم. و هیچ وجه مسافری واقعا دیوانه کننده است، خسته کننده است. هر کی در هر کشوری که مسافر است ایال دل او اما خودش خدا خبر داره. ما رجوع میکنیم در هر منطقه که مردم باشه زودتر در خانه و میت و منطقه و وطنش برگرده.